مأمورین معبد آمدند. فرار کن فارس، فرار کن. از آن طرف. بروید دستگیرش کنید. نگذارید فرار کنه. بروید. اگر داماد لابان فرماندار نبودی میدانستم با تو چه کنم. مرا از تو و مأمورین معبد باکی نیست. پراکنده شوید. بیش از این به کفرگویی های یعقوب گوش ندهید. مگر نمی بینید کفرگویی های یعقوب قحطی برای فدان به ارمغان آورده است؟ راست میگوید. برویم تا به نفرین ایشدار دچار نشده ایم. برویم. اگر به زودی باران نبارد تمام محصول مردم فدان از بین میرود. امیدوارم خداوند هرچه زودتر باران رحمت خود را بر این شهر نازل کند. آنجا چه خبر است پدر؟ این رسم دیرینه مردم فدان است. دشمنان ایشدار را آتش میزنند. آتش زدن با منجنیق. شما همینجا گله را نگه دارید، من ببینم چه خبر است. آیاب کنید! به ما راه کنید! اگر من چه کردم؟ رهایم کنید! یعقوب شبان است، خواهرزاده فرمانده لابان. کاهن بزرگ به ما راه کنید! فارس کنم! بزار کافر همین است! مردم فدان به دادم برسید. من بیگناهم. باید رو یادان شود. من بیگناهم. مردم فدان به من راه کنید. من بیگناهم ای مردم فدان. متهم فارس دشمن ایشتار می باشد. او با سنگ به ایشتار حمله کرده و او را خدایی بی عرضه و نالایق خطاب کرده است. طبق سنت قدیم مردم فدان کسانی که به خدای بزرگ ایشتار اهانت کنند باید با منجنیق در آتش افکنده شوند. اگر گناه من چیست؟ از حق خود دفاع کردم. مردم فدان به من راه کنید. بیچاره فارس. من بیگناهم. به من راه کنید. به من راه کنید ای مردم فدان. گناه من چیست؟ گناه من چیست؟ من بیگناهم.
جانیم کن من بیگناهم. بیهوده فریاد نکن. یا باید خونبهای خود را بپردازی یا در آتش سوزانده شوی.